چکن یک نوعی از هنرهای مردمی می باشد که تاریخ نهایت قدیمه داشته به حیات زندگی، عرف و عادت و عالم معنوی خلق تاجیک زیچ علاقمند است. باعث خرسندی است که بعد از بر روی خط میراث فرهنگی غیر مادی بشریت شامل گردیدن آشی پلو و نوروز، این نوع صنعت گلدوزی تاجیکی نیز از جانب یونسکو، اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد، بر روی خط میراث فرهنگی غیر مادی بشریت شامل کرده شد. باید قید کرد که روی خط میراث فرهنگی غیر مادی بشریت سال 2008 تأسیس یافته. هدف اساسی آن حفظ سنت‌ها و ارزش‌های خلق‌های گوناگون عالم میباشد. از آغاز تأسیس یابیش تا به امروز به این روی خط 509 نامگوی عرف و عادت‌ها و هنرهای ملی از 122 کشور دنیا شامل کرده شده است. اینک بعد تلاش‌های بی‌واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، جشن‌های صرف ملی تاجیکان از جمله سده، نوروز، مهرگان، تیرگان، چکن، اطلس و ادرس به فهرست غیر مادی بشریت و حفظ میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو شامل کرده شدند. یکی از قدیمترین هنرهای مردمی یعنی چکندوزی، اطلس دوزی، ادرس بافی یک مقام و جایگاه خاصه کسب کردند. حتی این هنرهای مردمی بر روی خط یادگاری‌های غیر مادی عمومی جهانی شامل گشتند و شامل گشتن این هنرها به آن دلالت میکند که از آن درک میدهد که این ملت از قدیم به هنر و هنرمندی و هنرمندان توجه ظاهر میکرد. اصلا چکن بین زنان و دختران تاجیک رواج یافته است. این هنر نوعی از کشیده دوزی ملی تاجیکان است که در شهر کلوب و نواحی نزدیک آن بیشتر پهن گردیده است. گلدوزی تاجیکان هنری نفیس قدیمه بوده، یکی از شکل‌های صنعت عملی آرایشی مردمی و قسمی مهم میراث فرهنگی عمومی بشری محسوب می‌یابد. از اینجاست که نمونه‌های والای گلدوزی تاجیکی را در اکثر آثارخانه‌های تاجیکستان و آثارخانه‌های مشهور عالم دیدن ممکن است. چنین نوعی چکن را در سامانه یونسکو چنین معرفی نمودند: چکن یک نوع گلدوزی ملی در متاح‌های پختگی و ابریشمی است که بیشتر در شهر و ناحیه‌های منطقه کلوبی ولایت ختلان آماده کرده می شود و مردم این منطقه چکن را یک جزء مهم لباس عروس و داماد می حسابند. در اینجا دامادها طاقه خود را با گلدوزی‌های چکن آرا می دهند و زنان و دختران در روزهای توی و عید و مراسم کرتا و پاجامه چکن به تن می کنند. و یک نقطه خاص است اینجا که خیلی سرور معظم ملت تاکید کردن محض در نگاه داشتن هنر چکندوزی سهم هنرمندان کلوب به غایت بزرگ است. پرزیدنت کشور وطن چکن و وطن فلک را کلوب نگفتند. خودشناسی بلند ملی ما امکان میدهد که در آینده این هنرهای ملی بیشتر رشد کنند و توسط این هنرهای قدیمه تاجیکان ما بتوانیم که ملت قدیمه خیش را بیشتر و بهتر معرفی بسازیم. باید قید کرد که در زمان معاصر روند جهانی شوی دایره مناسبت‌های بین المللی و میدان روابط فرهنگی را فراخ نموده ضرورت احیای عنعنه‌های فرهنگی ملی و بهداشت اصالت آنها را تقاضا می‌نماید. جشن سده نیز جشن است که آن در برابر دیگر جشن‌ها در فصل زمستان برگزار می‌گردد که در رفت برگزاری این جشن خلق تاجیک گلخن افروخته گردش جمع می‌آیند و تمنیات نیک می‌کنند. همچنین مرد دهقان همه آن محصولات و های کشاورزی را روی خوان می‌گذارد و از آمد نوروز مژدگانی می‌دهد. همه این جشنواره‌ها من جمله سده، نوروز، تیرگان و مهرگان در دایره تقویم یکی از افضلیت‌های اساسی این جشنواره‌ها در آن است که همین جشنواره‌ها در دایره تقویم‌ها صورت می‌گیرند. خودی همین کلمه سده 50 شب و 50 روز یعنی در برگیرنده معیار یعنی عدد معین 100 تا به تجلیل نوروز یا تا به فرارسی نوروز روزی نو 100 یعنی که 50 شب و 50 روز مانده است. جشن نوروز برابر شوی شب و روز را معین نموده. ملت تاجیک در برگزاری این جشن قدیمه نیز دستورخوان 7 سین و 7 چین آماده می سازند. خوراک و خوریش‌های به این جشن توأم را روی دسترخوان گسترده می کنند. زنان و دختران لباس عیدانه به بر نموده به بزمگاه نوروزی می شتابند. در این جشن بیشتر مسابقه های گوشتین، اسب‌تازی، بندکشی، بزکشی، چلیک بازی و رقص و سرودخوانی برگزار کرده می شود. خردسالان باشند به بازی های قدیمه میل نموده
خروسچوکان، خروسجنگ، کپجنگ و غیره ها را در این روز ادامه می‌دهند. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان از طرف یونسکو نوروز یعنی درجاتی بین المللی پیدا کرد و این مقام و منزلت واقعا شایسته و ارزنده است برای نوروز، زیرا که در بین تمام سالها اگر ببینیم ما 4 فصل سال داریم، روزی نو کلمه تاجیکی است. این یگان آمیزش یگان کلمه ها نیست. روزی نو، نوروز یعنی که آمدن سال نو، فصل نو و بیدار شدن طبیعت، این خاصی نوروز است. نوروز در من مسیر تاریخ در دوران موجودیت خیش این جشنواره نیست، بسیار برای تشکل و پیشرفت خودشناسی ملی ما تاثیر عمیق گذاشته است. جشن مهرگان باشد جشنی است که در فصل تیر ماه برگزار گردیده مردم اصلا محصولات کشت کرده خود را جمع آوری نموده برای فصل زمستان ذخیره می‌سازند. محصولات هایی که جمع آوری کرده می‌شوند گندم، نخود، کارتوشک، پیاز، لوبیا دانگی ها، میوه‌جات و سبزیجات و دیگر نامگوی محصولات های کشاورزی است. باید قید داشت که رشد فرهنگ ملی برای تحول مناسبت های بین دولتی در سمت احیای هنرهای بدیعی خلقی و حفظ میراث فرهنگی غیر مادی اهمیتی بغایت مهم دارد. خیرین سامرودزاده محمدی میرزا، مخصوص برای برنامه 7 روز ختلان.